برادرو старт بازی مشترکی در بازی نوی که وحای کو نخالی مکشیا بربر دای بازی ما گپ نمیزنم من نشان میتونم چی ماشین موندگی مرسدس یک کلاس ریستایلینگ 112 ماشینچه نپناو اوشاوا السلام علیکم خیلی اپا جان دوزن میکروفون بیا رحمت مای همه شما میردارم خداوند با نوبت همه تون ببره دیروز زادروزی بچه ها مای دکشه بودم تلفن شید ایتای ماشین شید ای کلانی یک خرسات شما ای کجای نپا طرفی وای بعدی سیم بزاست دوستان گرامی، قمار با نص صریح قرآن با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم با اجماع امت اسلامی حرام است. قمار ما میدونم که حرام ای نمی قمار ما میدونیم بوزیمون سو حرام ای لیکن ما این چیزا میدونیم. قسم به الله واضح براتون میگم هر چیزی که دارن از حساب قمار به دست آمده است حرام است. خانه ای را که از حساب قمار خریدن او حرام است. ماشینای قیمتی را که از حساب قمار خریدن حرام است. لباس هایی که در بدن دارن از حساب قمار خریدن حرام است. تلفن هاشون هر چیزی که دارن نانی که در خانه شون میخورن این حرام است. خیرات صدقاتی که میکنن قبول نیست. روپوش نکنن بهانه نکنن نگن ما مردم عمره روان میکنیم مردم حج روان میکنیم ما خیر میکنیم صدقه میکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره مائده به مؤمنان خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر ای آنانی که ایمان آوردین ای مؤمنان ای آنانی که الله و رسول او را تصدیق کردین و به شریعت او عمل کردین هر آینه بیشک خمر یعنی شراب مست کننده که عقل انسان میبره و میسر یعنی قمار در دوام آیت چی میگه؟ البته این آیت چند چیزی را حرام میکنه من زیاد اطرافش صحبت نمیکنم فقط همون موضع شاهد برای شما میارم. یعنی همین قمار این ریجس است. علامه سعدی ریجس به معنی خبث میگیره یعنی یک چیزی پلیدی است حرام است فاسد است. بزرگای دیگر گفتن یعنی یک گناه بزرگ است و این عمل شیطان است من عمل شیطان سلاح شیطان است که با استفاده از این سلاح شما را گمراه میکنه شما را بدبخت میکنه شما را از راه میزنه. رجس من عمل شیطان فاجتنبوه فورا ایره ترک کنین فورا ایره ترک کنین که بدبخت میشوین. دنیا و آخرت خودتان میسوزانین. ای مردم از الله بترسین. گوشت و پوستی که به حرام تربیه یافت اگر اصلاح نشد و خودش پاک نکرد به جهنم به آتش دوزخ سزاوارتر است. اگر توبه نکردی مرد رفتی الله اون گوشت و پوستی را که از قمار از حرام از حق مردم تربیه یافته است البته که او را در دوزخ میاندازه او را میسوزانه و او مناسب است و سزاوارتر است به آتش جهنم. از الله بترسین ای مردم.